هم میهنان، آزادی و آبادی کشورمان ایران زمانی به دست می آید که جمعیتی آگاه، مصمم، فداکار و متحد از ایرانیان به درک درد و درمان مشترک برسند. تو کارگری که ماهاست حقوق دریافت نکرده ای. تو کارمند و بازنشسته ای که حقوقت کفاف خرجت را نمی دهد. تو دانشجو و استاد دانشگاهی که از دانشگاه اخراج و زندانی می شوی. تو نظامی میهندوستی که تضعیف جایگاه نیروی دفاعی کشور به دست سران آلوده، فاسد و جنایتکار آزارت می دهد. تو نیروی پلیسی که جمهوری اسلامی لباست را به لباس سرکوب بدل کرده. تو کنشگر و حافظ محیط زیست که فرسایش هر روزه ایران، نابودی جنگل‌ها و خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌هایش را به چشم می‌بینی و رنج می‌بری. تو نویسنده و هنرمندی که آزادی و فعالیت بدون سانسور برایت تبدیل به یک رویا شده. تو ورزشکاری که از دخالت و فشار نهادهای نظامی و امنیتی و تبعیض و تحقیر به سطوح آمده ای. تو دینداری که دینت دستمایه کسب قدرت و اندوختن ثروت توسط مشتی دین فروش شده و یا تبعیض مذهبی به صورت مضاعف آزارت می دهد. و تک تک شما شهروندان ایران که وطن برایتان تبدیل به زندان شده است. راه رهایی و آسایش شما برچیده شدن بساط این رژیم اهریمنی از ایران عزیزمان است. درد ایران ابعاد ملی دارد و درمان آن نیز ملی است. سالگرد قتل دختر ایران جاویدنا مهسا امینی فرصت مهمی است تا شما میلیون‌ها ایرانی دغدغه‌مند از هر قشر و گروه متحد با هم موج نوینی از انقلاب ملی ما را کلید بزنید. به دستگاه سرکوب هشدار می‌دهم که مسئولیت هر گونه خشونت علیه ملت ایران با شما و آمران شماست. به ساعت عدالت بیاندیشید و از عواقب سرکوب ملت رنج دیده بهراسید. ملت ایران ملتی است متمدن و صلحجو، اما دفاع مشروع و حفاظت از جان و امنیت خود و دیگران در برابر رژیمی که چون گرگ درنده به جان مردم میافتد حق بدیهی و مسلم شهروندان است. ملت سرفراز ایران با همبستگی شکوهمند ملی و نمایش آن در درون و بیرون کشور است که میتوان این رژیم ضحاکی را به زیر کشید و بدانید که نیروی سرکوب زمانی آمران خود را تنها میگذارد که شما ملت را در جمعیتی بزرگ و در بالاترین سطح همبستگی ببیند. تفرقه انگیزان را از خود دور کنید و یک صدا ندا سر دهید: ما ملت کبیریم، ایرانو پس میگیریم.